فرانسه یکی از پربازدیدترین کشورهای جهان است که با معماری دیدنی، غذاهای خوشمزه، استراحتگاه‌های شیک ساحلی، قلعه‌های افسانه‌ای، کلیساهای باشکوه و روستاهای زیبا و رمانتیک هر بازدید کننده ای را به وجد می آورد. برج ایفل که به عنوان معروف‌ترین جاذبه این کشور زیبا شناخته می شود، در صدر فهرست گردشگران قرار دارد. در این ویدیو می خواهیم به طور عمیق‌تر و جدی‌تر با این جغرافیا، تاریخ، سیاست، فرهنگ، مردم، دین و زبان و بیش از همه با جاذبه‌های گردشگری این کشور زیبا آشنا شویم. فرانسه با نام رسمی جمهوری فرانسه کشوری است واقع در اروپای غربی. فرانسه بزرگترین کشور اروپای غربی و بعد از اوکراین دومین کشور بزرگ قاره اروپا است. این کشور با کشورهای بلژیک، لوکزامبورگ، آلمان، سوئیس، ایتالیا، موناکو، اسپانیا مرز زمینی مشترک دارد. فرانسه یکی از اعضای مؤسسه اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد است. این کشور همچنین عضو گروه G8 و از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و دارای حق ویتو می باشد. فرانسه یکی از کشورهایی است که سلاح هسته‌ای را نیز به دست دارد. اجداد فرانسوی ها گوفل ها بودند و تبار سلتی داشتند. اینان تا زمان جولیوس سزار فرمان روای قدرتمند روم فرمان روایی بومی خود را داشتند تا سرانجام به دست سزار سرنگون شدند و کشورشان بخشی از امپراتوری قدرتمند روم شد. با رسیدن عصر روشنگری و رونق رواج علم، فرانسه نیز در کنار آلمان و انگلستان و یکی از مهمترین قدرت‌های اروپایی تبدیل شد و نام آن با فرهنگ، هنر، علم، اقتصاد و سیاست معاصر گره خورد. همچنین مردم این کشور دارای یکی از با کیفیت ترین زندگی های روی سطح زمین هستند و شاخص های سلامت همگانی، امید به زندگی، آزادی و توسعه انسانی در آنجا بسیار بالا است. جالب است بدانید فرانسه با 89.4 میلیون گردشگر خارجی در سال 2018 پربازدیدترین کشور جهان بود. از دوران ماقبل تاریخ منطقه‌ای که امروز به عنوان فرانسه شناخته می شود صحنه تجارت، مسافرت و تهاجم بوده است. شهر پاریس پایتخت کشور فرانسه است و در ناحیه شمالی ایل دو فرانس قرار دارد. نام پاریس برای بسیاری از گردشگران آشنا است، اما اهمیت این شهر تنها به زمینه گردشگری محدود نمی شود. پاریس در فرهنگ، هنر، علم، مد، تحصیل و اقتصاد هم یکی از مهمترین شهرهای جهان محسوب می شود. این شهر پنجمین میزان تولید ناخالص ملی را در سطح شهرهای جهان دارد. بیش از 2 میلیون نفر در این شهر بزرگ زندگی می کند. از این گذشته وجود جاذبه‌های مختلفی از جمله موزه لوئر، شانلیزیه، کلیسای نوتردام، پارک لوکزامبورگ و حتی گورستان پرلاژ آن را دیدنی‌تر هم کرده است. از پاریس که بگذریم، تمام شهرهای فرانسه از نظر زیبایی، رفاه و شرایط زندگی در وضعیت بسیار عالی قرار دارند. هر ساله گردشگرهای زیادی برای تماشای جاذبه‌های گردشگری فرانسه به شهرهای این کشور سفر می‌کنند. پایتخت کشور فرانسه که شهر پاریس است که جزو محبوب ترین شهرهای اروپایی میباشد. برای سفر به فرانسه بهتر است با عجایب این کشور آشنایی داشته باشید. فرانسه یکی از جذابترین و زیباترین کشورهای دنیا است که مناطق گردشگری آن را نمیتوان نادیده گرفت. مناطق گردشگری فرانسه به قدری زیبا و بی‌نظیرند که میتوان سالها درباره آن سخن گفت. از خیابان‌های تاریخی مدرن پاریس گرفته تا تفریحگاه‌های ساحلی شهرهای مختلف این کشور، همه میتواند خاطره ناب را برای شما بسازد. قلعه‌هایی که شما را به قرن‌های پیش میبرد و کلیساهای قدیمی با شکوهش، روستاهایی که دیدن آنها هوش از سر هر گردشگری را
بیرون می کند. با آن مناظر شگفت‌انگیز و دشت‌هایی که با گل‌های زرد رنگ آراسته شده اند، لازم به ذکر است که مهمترین موزه‌ها، کلیساها و جاذبه‌های توریستی دنیا در فرانسه می باشد. از جمله موزه لوور و بلندترین کلیسای دنیا که برای رسیدن به آن باید روستایی در بالای کوه بلند بروید. طبیعت این کشور بسیار بی‌نظیر است و مناطق کوهستانی و طبیعت ساحلی آن شما را مدهوش می‌کند. از جمله جاذبه‌های گردشگری فرانسه میتوان به موزه وردن، موزه ملی لوور، موزه ملی پیکاسو، کلیسای قلب مقدس، کلیسای نوتردام، طاق پیروزی، برج ایفل، کاخ ورسای، پل الکساندر، پل کنکورد، بلندترین پل جهان، کاخ سنای فرانسه، کاخ لوکزامبورگ، موزه جنگ و آرامگاه ناپلیون که اینها تنها 1% از جذابیت‌های این کشور کهن و تاریخی است. یکی از دیدنی‌ترین و زیباترین جاذبه‌های گردشگری کشور فرانسه برج ایفل است که در شهر پاریس واقع شده است. علاوه بر برج ایفل، تمام شهر پاریس از خیابان‌های پرزرق و برق آن گرفته تا روستاها و نواحی کوهستانی و دهکده‌های کوچک آن همه جزو مناظر خیره کننده فرانسه محسوب می شود. از جاذبه‌های دیگر این کشور کاخ ورسای می باشد. کاخ ورسای بنای تاریخی در شهر ورسای است که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. این کاخ نشان دهنده عظمت سلطنت فرانسه در زمان لویی 14 معروف به پادشاهی خورشید است. کوت دازور لوکس ترین خط ساحلی در فرانسه محسوب می شود که از شهر سن-خوپه تا شهر مونتون در نزدیکی مرز ایتالیا امتداد دارد که از جمله ساحه پربازدید فرانسه محسوب می شود. مون سن میشل یکی از زیباترین جاذبه‌های گردشگری فرانسه به حساب می آید که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. این جزیره صخره‌ای که در ساحل نرماندی واقع شده با دیوارها و سنگرهای دفاعی با عظمتی احاطه شده است و دیگر دیدنی‌های جالب فرانسه که برای شما قبلا یک اشاره شده است. اگر بیاییم از فرهنگ، دانستنی و مردم این کشور بگوییم، در این کشور در پایان قرن 19 میلادی هنرهایی چون فیلمسازی، آشپزی و مد ظهور پیدا کردند. موسیقی، علم و فناوری نیز بخش‌های دیگر از تحولات فرهنگی و تمدن فرانسه به شمار می‌روند. در کشور فرانسه ارزش‌ها و احترام به بزرگترها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این کشور خانواده‌ها معمولاً صاحب 1 الی 2 فرزند هستند. فرانسوی‌ها برای دوستی و روابط خود بسیار ارزش قائلند و سعی می‌کنند همیشه مهربان باشند. آشپزی در کشور فرانسه بسیار مهم است و هنوز هم سس‌های فرانسوی در کل جهان از محبوبیت بالایی برخوردار است. یکی از مواردی که هنوز هم فرانسوی‌ها از آن استفاده می‌کنند انواع پنیر است که بسیار هم متنوع میباشد. شما در فرانسه میتوانید به اندازه موهای سرتان انواع پنیر را مشاهده کنید. این ماده غذایی در فرانسه نه به عنوان صبحانه بعد از غذای اصلی و قبل از دسر سرو می شود. از جالبترین دانستنی این کشور این است که در سال 2018 یکی از پربازدیدترین کشورهای جهان فرانسه بود. بحث اصلی و اساسی این روزها این است که پاریس پایتخت فرانسه و مدت 3 هفته میزبان بازی‌های المپیک تابستانی 2024 خواهد بود که همه ساله در یکی از کشورهای اروپایی برگزار می شود. حدود 10500 ورزشکار زن و مرد از 206 کشور جهان در این دوره از مسابقات المپیک تابستانی شرکت دارند. این رقابت‌ها که 19 روز در جریان است در پایتخت فرانسه برگزار می شود. ورزشکاران در 32 رشته ورزشی با یکدیگر رقابت می کند. در طول بازی ها 329 مدال طلا اهدا خواهد شد. این بازی های المپیک در کشور فرانسه در پایتخت این کشور برگزار می شود.
بیشتر مردم فرانسه مسیحی و پیرو مذهب کاتولیک هستند و مابقی مسلمان و یا پیروان مذهب پروتستان می باشند. در فرانسه همچنین درصدی از مردم نیز یهودی می باشند. دولت فرانسه گفته است که طرفدار هیچ یک از دینها نیست و تضمین کننده همزیستی مسالمت آمیز و رعایت قوانین و اصول جمهوری می باشد. زبان رسمی فرانسه فرانسوی می باشد و همچنین زبانهای دیگری چون آلمانی و همچون انگلیسی در اینها رواج دارد. کشور فرانسه یکی از معدود کشورهایی است که 4 فصل دارد و دارای آب و هوای معتدل می باشد. آب و هوای فرانسه در مناطق مختلف کشور فرق دارد. شهرهای فرانسه عموماً آب و هوای مرغوب و دلپذیری دارد و در مناطق کوهستانی این کشور زمستان‌های طولانی و سرد و با بارش برف شدید همراه است و در تابستان هم گرمای سوزانی را شاهد خواهند بود. الان شما بگید آیا دوست دارید از این کشور تاریخی کهن که با زیبایی‌های 4 فصل خود دارد دیدن کنید و بگید که در کدام یکی از فصل‌های سال می‌خواهید از کشور فرانسه دیدن کنید. در کامنت ها منتظرتانم. دمتان گرم. بدرود.